چراغ هوندار اول باید پشت چراغ ما خالی کنیم یا ببریمش که فقط پایاش بمونه که بتونیم ما چراغو نصبش کنیم. حالا که قسمت بالاشو بریدیم بعد بریم قسمت زیرش. زیرش هم که بریدیم خیلی راحت میکنیم بیرون. بعد اینکه چراغو بریدیم ما تمیزکاری با یک کاتر کلیسایی که داره رو تمیز میکنیم. برشش انجام میدیم. مادت که تمیز بشه بعد پیشتر جا بره. بعد اینکه برشش دادیم نوبت اینه که درش بیاریم و بعد کلیساشو بگیریم. حالا که هم قشنگ بریدیمش خالیش کردیم نوبت اینه که فیلترمون رو اندازه‌گیری کنیم و در بیاریم. سایز خود فیلتر رو ما در میاریم. حالا که خوش شدش وقت وقت جا زدن فیلترشه که نظر مالک محترم عوض شدش، فیلترشو بنفش کردهش که به راحتی از این پشت فیلترشو جا میزنیم.